آیا واقعا سیگار ریه رو سیاه میکنه؟ بیاید ریه یک جسد سیگاری رو بهتون نشون بدم و این پست رو به دوستای سیگاریت هم بفرست. اینجا ریه های یک فرد سیگاری رو داریم که همونطور که میبینید مخصوصا این لوبش سیاهه و اصلا به اندازه ریه های سالم الاستیک و نرم نیست. همونطور که گفتم این بدن به خاطر سرطان ریه فوت کرده. حالا نمیتونم با اطمینان بگم که قسمت بعدی چیه، چون هنوز به این لوب های دیگه برش نزدم و با اینکه ما بیشتر تاریخچه پزشکی بدنها رو توی آزمایشگاه میگیریم، نوع دقیق سرطان ریه رو مشخص نکردم و اینکه آیا لوب های دیگه به جز این لوب سیاه و زشت تحت تاثیر قرار گرفتن یا نه. اما میتونم چند تا گره حس کنم و حتی چیزی که مثل یه توده به نظر میرسه. توی این لوب اینجا ممکنه ضایعات سرطانی اضافی باشه، اما تاریخچه پزشکی محدودی که دریافت کردیم به سابقه طولانی مدت سیگار کشیدن اشاره کرده و اینکه این فرد بیماری COPD داشته که مخفف بیماری مزمن انسداد ریه است. پس خیلی مشکلات توی این ریه ها در جریانه.